به نام خدا درس خود شروع میکنیم. دیروز لیول ها را کار کردیم، الیویشن ها را کار کردیم، طریقه ادیت کردن دیلیت کردنشان، همچنان پروژکت تمپلیت ساختن کار کردیم. امروز میریم سر اصل درس که دیوال هاست. بخیر از این شروع میکنیم، به ترتیب دیگه پیش میریم. پیش اصل درس بریم. ببینید اینجا گپ نگفتن امانه. ببینید اینجا وقتی که شما سر نیو کلیک کنین، نه در اینجا در بروز میں امی تمپلیت اگر شما انتخاب کنین، ببینید در اینجا به شکل دیفالتش اینی تمپلیت گرفته، دیفالت یو اس کانادا رو. نه شما میخواین همیشه کارتون دیفالت یا یک تمپلیت خودتان ساختین، میخواین که امو تمپلیت به شکل اتوماتیکش در اینجا انتخاب شدگی باشه. شما فقط نیو بگوین و سر اوکی کلیک کنین و امو تمپلیت رو براتون باز کنه. به خاطر با شما چی کنین؟ ببینید شما باید در اینجا وقتی که آمدین در اینجا ببینید از منیو بار گزینه سیتینگز، در گزینه سیتینگز در اینجا در منیو سیتینگز اپشن تنها فعال است. نه در اپشن کلیک میکنین، یعنی اپشن ها را باز دیگه ان شاء الله در سای مربوطهش باز میخوانیم. اینجا میاد فایل لوکیشن. صحیح است؟ دیگه که آمدین گزینه اول در اینجاست دیفالت تمپلیت فایل. از این اگر خواسته باشین که تمپلیت را که همیشه شما نیو کلیک کنین تمپلیت را براتون بیارین انتخاب میکنین. ما میخوایم که همیشه کار ما در دیفالت متریک است. صحیح است؟ ما از انتخابش میکنم، اوپن میگم، اوکی را کلیک میکنم. حالا من نیو بگویم اینجا اگر در بروز ببینید اینجا نیست، کم شمیرم اینجا دیفالت متریک و شکل دیفالتش براتون انتخاب کرد. حاجت وزی ندارین که بعد از همیشه برین بروز کنین از اونجا دیفالت متریک بگیرین تمپلیت و باز او را اوپن کنین. صحیح یا شکل اتوماتیکش دیفالت متریک همیشه که نیو را کلیک کردین اوکی بگوین خلاص ببین دیفالت متریک شما را میبره. سر اوکی من کلیک میکنم. این صفحه ریورت بر ما باز شد. دیروز لیول ها رو براتون گفتم کار کردیم. لیول یک دو گپ که مهم مانده بود که رو براتون میگم. باز میریم سر اصل درس که وال است و باز اینو و ان شاء الله به ترتیب میخوانیم. دور، ویندو، کامپوننت یا رو ان شاء الله به ترتیب باز کار میکنیم. ببینید سری نمیتونیم. بلد چند نفرسون نمو. دینا روزم تکرار کردیم. یعنی روز شنبه وقت شروع شد. نه روز شنبه شروع شده دیگه. دی روزم تکرار شده دیگه. روزم شما خو اعتراض ندارن کسایی که بودن. نه خب ببینید وقتی که صفحه رو باز کردین کسایی که نمومدن متوجه باشن. وقتی زمانی که صفحه رو باز کردین ببینید اینجا اینی براتون گفتم اینی پروژه‌ای است که ما کار کردیم پیش ما سیو از این خاطر اینجا بر ما لیست شده. فرمایید اینجا لیست شده. صحیح شما که پروگرام نو اینستال کنین بر شما این چیزا نمیاد و خاطر که شما کدام پروژه را سیو ندارین و کار نکردین از این خاطر یا براتون نمیاد. فقط ما پروژکت و دست راستش فامیلیز است و پایینش بروز و نیو. صحیح اینی چهار گزینه براتون میاد دیگه. این چیزا براتون نمیاد. باز یعنی فرق بین پروژکت و فامیلیز براتون گفته بودم. در پروژکت شما میتونین مثلا شما میخواین یک پروژه را کار کنین، پلانش نمار هر چیزی را که شما میتونین مثلا یک پروژه رو در اینجا کار کنین. اما فامیلیز چی میکنه؟ فامیلیز ببینین ما در ریوت لایبرری داریم. دو جا متریال های مختلف است، مواد مختلف است. مثلا اگر میخوایم کلکین اضافه کنم در پروژه خود میتونم که از لایبرری برم کلکین بگیرم اضافه کنم. مثلا دروازه باشه هر چیزی که باشه خواسته باشم بگیرم در لایبرری ریوت پروگرام ریوت وجود داره، از اونجا میگیرم و در پروژه خود نصبش میکنم. اما ما میخوایم که مثلا یک کلکین است یک دروازه خوش من نمیاد، ما میخوایم که یک کلکین به دلخواه خود رسم کنم، خود ما دیزاینش کنم. باز از این طریق با شما میرین فامیلیز بازمو کلکین هر چیزی که باشه بدل خواهتان رو باز دیزاین میکنین و کار میکنین. صحیح این فرق عمده بینشان است. خود اینجا وقتی که پروژکت آغاز کردین پروژکت آمدین اینجا نیو اگر کدام پروژه سیو شدگی پیشتان باشه خب میرین بروز پروژه رو اوپن میکنین کلیک میکنین براتون کارش میکنین. اگر خواسته باشه یک پروژه نیو کار کنین صحیح از اینجا من نیو رو انتخاب میکنین. اینجا ببینید اینجا همون تمپلیت که بیشتر براتون گفتم. تمپلیت به این معنی است که یک صفحه قبل از پیش از اینکه شما یک چی را کار کنید یک صفحه قبلا ساخته شدگی است. این 4 دانه تمپلیت یک را ما دیروز کار کردیم 5 فلورانی را ما اد کردیم. 4 دانه معمولا ما
بتون دیلیتش کنم. این 4 دانه تمپلیتس میتونن هر کدومش انتخاب کنین، هر کدومش از خود واحدات قبل از اینکه شما تنظیمش کنین به شکل اتوماتیک تنظیم شدگی است. الیویشن هایش تنظیم است، لیول هایش تنظیم است. شما میره انتخابش میکنید و کار کنم میکنه. ما میخوایم که دیفالت میتریک این تمپلیت را کار کنم، اوپن میکنم. صحیح است. و از اینجا اوکی میکنم. او تنظیمات مختلف خود داره. کلشون به یک کار است. یک کارا میکنن. اون فرق نداره. تنظیماتش چیزش فرق میکنه. دیگه یک چیز است. کارشون یک چیز است. ببینید اینجا که آمدن یا رو براتون گفتم نامه‌اش میفهمین ان شاء الله. کسایی که بودن، کسایی که نبودن اینی اولیشه به نام منیو بار یاد میکنن، دومیشه به نام ادیتینگ بار یاد میکنن، سومیشه به نام تولز بار یاد میکنن، چهارمیشه که اینی است به نام آپشن بار یاد میکنن. اینی را این طرفی که می آپشن های وال و دور اینی چیزاست یا را به نام دیزاین بار یاد میکنن و اینی طرف دست راستش که از ایرا به نام پروژکت براوزر یاد میکنن و اینی آخریش که ایرا به نام استاتس یاد میکنن. استاتس بار. خب وقتی مردم گفتم وقتی که شما پروژه تان کار میکنین اولی کار که شما کنین باید لیول هایتان رو تنظیم کنین. ببینین فعلا به شکل دیفالتش 2 دانه لیول ما داریم. ما میخوایم که یک لیول 2 لیول به این معناست لیول خبرتان گفتم هر لیول نمایندگی از یک سطح کاری میکنه یک منزل میکنه. مثلا اگر ما فعلا ما 2 لیول دارم، اگر ما خواسته باشم که یک پروژه 3 منزله را کار کنم نمیتونم کار کنم به خاطر که فقط 2 لیول دارم. یعنی 2 منزل یک پروژه 2 منزله را میتونم کار کنم. اگر خواسته باشم که یک پروژه 3 منزله باشه 4 منزله باشه را کار کنم، ببینین به خاطر اینجا ببینین نمیگزینه لیول غیر فعال است. به خاطر که شما فعلا در لیول قرار دارین شما پلان میبینید دیگه نمیتونید شما لیول اضافه کنین. به خاطر از اینکه لیول اضافه کنین باید یکی از الیویشن ها قرار بگیرین. این 4 دانه الیویشن است. الیویشن به این معنی است که وقتی که پروژه تان کار کنین اگر خواسته باشین که نمای شرقی شه ببینین اینجا میاین الیویشن ایست کلیک میکنین دبل کلیک میکنین نمای شرقی. اگر خواسته باشین جنوبی شه ببینین، اگر خواسته باشین از سمت شمالی شه ببینین، اگر خواسته باشین که سمت غربی شه ببینین میتونین این الیویشن ها کمکتان میکنه که بتونین پروژه تان از زمین ما ببینین. صحیح است. ما براتون گفتم وقتی که میخواین لیول اضافه کنین باید یکی از الیویشن ها قرار بگیرن. فرق نمیکنه در کدامش که باشین. اگر در الیویشن شرقی قرار بگیرین جنوبی شمالی فرق نمیکنه. ما میرم در الیویشن ساوت قرار میگیرم. دیگه ببینم جایی که مثلا کلیک کردم گزینه لیول فعال شد. از من میتونم لیول بگیرم انتخابش کنم. اینجا میتونم که هم برش قیمت بتون. صحیح است. آیا این قیمت براتون میبینین اینجا قیمت وقتی که قیمت دلخواهتون بود ابر انتخاب میکنین و لیول اضافه ببینید حالا ما قیمت میتونم مثلا 4000 دیفالتش است ما میخوایم که 3000 باشه یا 2000 باشه. صحیح است. جایی که کلیک کنم در اینجا لیول بر من رسم میکنم. فعلا حال شما میتونید که مثلا یک پروژه 3 منزله را کار کنید. اگر خواسته باشه یک پروژه 4 منزله باشه 5 منزله باشه با اون تعداد لیول‌هایتان اضافه میکنید. صحیح است. کنی گپایی بود که در روزهای پیشتر خواندیم اینی آپشن‌هایش هم کار کنین دیگه ان شاء الله میفهمین. یعنی گزینه اول که از به نام دراس میتونین که لیولتان توسط می پنسل رسم کنین ببینین. نه توسط این پنسل و کمک پنسل میتونین رسم کنین. اگر خواسته باشین که از لیولتان آفست بگیرین بک آفست لیولتان رسم کنین از پیکلاین استفاده میکنین. بگیرین من پیکلاین استفاده میکنم دیگه میگم که به ارتفاع مثلا به فاصله 3000 میلیمتر بر ما یک لیول پرت. مجرد که سر از کلیک چی کنین ماوستان قرار بدین اونجا موقعیت لیول را که میخواین چی کنین براتون اونجا معلوم میشه. صحیح سر از کلیک کنین لیول براتون اضافه میکنه. صحیح این چیزایی بود که من 2 روز پیشتر خواندیم دیگه مرور مختصر بود سرش. خب حالا اومدیم براتون گفتم یک دو گپه که مهم مونده بود نه در این لیول ها که این لیول هایش کار که میاد ریلیت کنم در معنا میخواد. ببینید تغییر دادن نام لیول میفهمیم با 2 طریق میتونیم نامش تغییر بدیم. مثلا ما میخوایم که نام لیول 1 است میخوایم که نامش تغییر بدیم. ببینید لیول تانا کلیک میکنین انتخابش میکنین سر چیش کلیک میکنین نامش مثلا تغییر میتین ایرا میگیم فاست فلور. صحیح است. خبر فاست شده فکر کنید فاست فلور. صحیح است. وقتی مثلا کلیک کنیم میگم میخوای که نامش تغییر بده میگم یس. صحیح یکی از این طریق میتونیم نام لیول تغییر بدیم. یک میتونیم که از طریق از این سرزمین لیول میخوایم که نام لیول 2 را تغییر بدیم. صحیح سرزمین رایت کلیک میکنم اینجا ببینید گزینه رینیم وجود داره. سرزمین ما کلیک میکنم میخوایم که لیول 2 نباشه سکند فلور باشه. صحیح میخوایم که تغییر بدیم بگین یس نامش تغییر دادیم. و گپ دومی که اینجا مونده بود
مثلا فرض کنین شما در اینجا کار میکنین، در منزل اول کار میکنین، ببینید وقتی که شما چی را کار میکنین، یک پروژه را کار میکنین، اگر تهداب چی نداشته باشه، تهکوی نداشته باشه، حداقل تقریبا یک 50 سانتی یا 60 سانتی تهداب در نظر میگیرین. حالا شما نمیتونید که اینجا تهداب ببینید، این سطح صفری تون است. ببینید ارتفاعش میبینید صفر است. این سطح صفری تون است. اگر میخواین که تهداب مثلا کار کنین و یک چیز دیگه را کار کنین، اینجا پایینتر دیگه شما با مجبور هستین که یک لیول جدید پایینتر از این پرتین با فاصله که شما میخواین با عمق که شما میخواین تهداب تون کار کنین با ممکن اینجا باید یک لیول داشته باشین. فرض کنین من لیول کار میکنم، دیگه یک لیول جدید اضافه میکنم. فرض کنین که انا ایده 50 سانتی سیس 500 میلی یا 50 سانتی. ببینید وقتی که مجرد من کلیک کنم در اینجا شما ببینین همین نام لیول اولی را ارتفاعش بیخی گم کردن. این سری از او قرار گرفته. هیچ فهمیده نمیشه فعلا که این لیول اولی که است یا فرست فلور که است ارتفاع از چند است. بخاطر که سر از قرار گرفته فهمیده نمیشه. وقتی اگر بخواین که فهمیده شه ولی ضرورت به این نداره که اینا بگیرن، از خاطر که خو یک فاصله مشخصه، یک عمق مشخص نمیتونید که بالا و پایین ببرین. از اینجا ببینید یک اینجا وقتی که یک کمی زوم کنیم، اینجا ببینید یک شکستگی وجود داره. صحیح؟ سر می شکستگی که کلیک کنیم این پایین میاد. ببینید مثلا از شکستگی یک کلیک میکنم نه پایین اومد. اگر خواسته باشین هنوز براتون چی نشده زیاد واضح نیست، میتونید که از اینجا ایرا بگیرین و کش کنین پایین. هر قدر که خواسته باشین پایین براتون بیاره. هم لیول دمور اون قرار داره. لیول چی نکرده، فقط میچیشه ما پایین آوردیم. صحیح؟ خب این گپا که مهمه که از این مونده بود. خلاص حالا میریم سر اصل موضوع که چی است؟ دیوال است. خب بخاطر اضافه کردن دیوالا در یک از الیویشن ها قرار میگیریم. ببینین فعلا اینجا هیچ آپشن فعال نیست، از خاطر که ما هیچ چیز را انتخاب نکردیم. مجرد که مثلا وال کلیک کنم اینجا این آپشن های مربوط وال بر من فعال میشن. ببینید مثلا از کلیک کردم این آپشن های از وال فعال شده. اینجا میدونید که از هر کدومش خواسته باشین طول ترسیم استفاده کنم. خب وقتی که سر وال کلیک کنیم به شکل اتوماتیک اینجا این گزینه درا اینجا فعال میشه. صحیح؟ میتونید مثلا یک دیوال توسط این پنسلک براتون رسم کنید. اینا فرض کنید یک دیوال است. فرض کنید یک چیز. یک دیوال رسم کردید. میخواین که از این برای یک دفعه اسکیپ میزنین، یک دفعه که اسکیپ زدین فقط عملیه ترسیم دیوار قطع میکنه. اگر میخواین که با کلی از عملیه ترسیم براین یک دفعه دیگه اسکیپ میزنین خلاص چی برآمده. خب قبل از اینکه این آپشن های دیگه مربوطه زیرا به ترتیب براتون تشریح کنم، خوب است که دو گپا که مهم دیگه است که براتون میگم. ببینین وقتی که شما اینجا اگر خواسته باشین که 3D از یارو ببینین نه اینجا این گزینه اینجا وجود داره دیفالت 3D ویو. از اینجا میتونید که 3D از یارو ببینین و همچنین اینجا اگر در منیو ویو بیاین اینجا د نیو یعنی دیفالت 3D ویو در اینجا وجود داره. میتونید که از دو طریق 3D ش ببینین. اما ببینید اینجا فعلا هیچ 3D وجود نداره. اینجا در پروژکت بروزر ما کدام 3D ویو را نمیبینیم. صحیح؟ به خاطر که تا بالا ما هیچ 3D را چی نکردیم، فعال نساختیم. مجرد که مثلا کلیک کنم اینجا ببینید که یک 3D ویو بر ما اینجا ظاهر میشه. ببینید وقتی مثلا کلیک کنم اینا. صحیح؟ منم اینجا 3D ویو اضافه شد. من سر از کلیک کنم یعنی 3D ویو اینجا وجود داره. اگر فعلا ما اگر بخوایم در لیول یک قرار دارم بخوایم که 3D ببینیم میتونیم هم از این طریق ببینیم هم از این طریق ببینیم. از هر دو آپشن ها میتونیم استفاده کنیم. اما فرق اونجا بین از دو چیز این با چی فرق داره نه؟ یک فرق بسیار جالب داره که براتون میگم. حالا ببینین وقتی که خب پیش از اینکه یارو براتون بگم در سلکشن خو میفهمین ان شاء الله. اگر اتوکاد خوانده باشین در اتوکاد هم دو نوع سلکشن است نه، یکیش از لفت به رایت است یعنی از چپ به راست است و یکی از راست به چپ است. صحیح؟ از چپ به راست است تا که از دیوال هستی که خواسته باشین تا که به شکل مکمل در سایه سلکشن نامده باشه سلکت نمیکنم براتون. و اگر از طرف راست این انتخاب کنید ببینین فقط تاچ کنم اون چیز را براتون سلکتش میکنم. ببینید فعلا من از طرف راست تاچ میکنم این به شکل مکمل آمده. دیوال بالایی این دیوالی که دمی چی قرار داره این به شکل مکمل نامده در سایه سلکشن. فقط حالی که من کلیک کنم فقط این دیوال بالایی را بر من سلکت میکنه. صحیح؟ اما اگر طرف راست اگر امیر کارا کنم ببینید فقط مجرد که می از لیولایی را که تاچ میکنه امور بر من سلکت میکنه. صحیح؟
میتونید که از طریق ماوس رو انتخاب کنید. از طریق کیبورد و ماوس چطور میتونید انتخاب کنید؟ ببینید ما میخوایم که اصلا دیوالا را به شکل انفرادی میاره چی کنم سلکت کنم. صحیح؟ ببینید کنترل میگیرین. اول اینی بدون از اینکه کنترل بگیرین دفعه اول یک ابجکت را که انتخاب میکنین سرش کلیک میکنین انتخاب شد. صحیح؟ میخوایم که یک دیوال دیگر هم همچنان چی کنم سلکت کنم. صحیح؟ سر کنترل محکم میگیرین سر زمین کلیک میکنین. صحیح؟ کلیک کردین ببینین سلکت شد. میخوایم که اینی را هم سلکت کنم. کنترل محکم گرفتین ایرا میخوایم سلکت کنم سلکت میشه. صحیح؟ پس اگر خواسته باشین که اشتباه شده است بهشتون میخواستین که فقط اینی دو تا سلکت باشه و این یکیش سلکت نباشه، فقط این کار به جای کنترل شیفت محکم میگیرین و میخوام دیوار را که میخواین از سلکشن بکشین سر زوم کلیک بگیرین. ببینید فعلا ما شیفت محکم گرفتیم سر زمین کلیک میکنم از سلکشن خارج شد. میخوایم که این را از سلکشن بکشم ببینید شیفت محکم گرفته سر از کلیک میکنم از سلکشن میبره و میتونیم همچنان از طریق اگر بخوایم که این جسم این دیوار به شکل مجموعیش سلکت کنم اینجا ببینید سر از قرار گرفتین همی از کیبوردتون دکمه تاب. صحیح؟ تاب انتخاب ببینید میره کلیک نمیکنین ماوس اینجا در روی دیوار قرار میتین تاب چی میکنین فشار میتین کلیک میکنین تاب ببینید به شکل مجموعی تا هنوز انتخاب نشده. حالا که من مجرد که یک کلیک کنم بس می دیوار بر من انتخاب میکنم. ببینید مجرد که من یک کلیک کنم بس دیوار بر من انتخاب کنم. صحیح؟ اینی سلکشن بود که در ریورت از طریق میتونین که سلکت کنین اساما از چیزی که خواسته باشین. خب ببینید مردم گفتمی به این یک کم تفاوت داره کم فرق داره. فرقش فقط یک نقطه است. حالا ما مثلا اینی دیوالا را ما انتخاب کردیم. صحیح؟ اینی دو تا دیوالا انتخاب کردیم میخوایم که یارو در 3D ببینم که می دیوالا را که ما انتخاب کردیم این در 3D کدام دیوالاست. صحیح؟ من نمیفهم تا ولی ما میخوایم که 3D ببینم. اگر ما سر ازی کلیک کنم 3D که اینجا وجود داره سر ازی اگر ما کلیک کنم دابل کلیک اینجا مجبور هستین دابل کلیک کنین. دابل کلیک کنم ببینید این دیوارا از سلکشن خارج نمیشن. صحیح؟ در سلکشن باقی میمونن. پس اگر ما پس دم فلور بیام دم منزل کی را کار کردیم ببینین تانو سلکت است. اگر در یک از الیویشن ها قرار بگیریم مثلا الیویشن ساوت یعنی ببینید سلکت است هنوز نه. اما اگر از طریق ازی وارد 3D فعلا ببینید سلکت شدگی است. صحیح؟ اگر از طریق ازی وارد 3D شوین این جسم از سلکشن براتون خارج میسازه. سر ازی یک کلیک کنم این از سلکشن میکشه. نه ببینید سلکشن. حالا اگر ما